مثلث برمودا، مثلث شیطان، دریای مرگ. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادت نره کانال منو سابسکرایب کنی. اصلا چیزی راجع به مثلث برمودا شنیدی؟ یه منطقه تو ناحیه غربی اقیانوس اطلس شمالیه که گفته میشه تو این منطقه 50 تا کشتی و 21 هواپیما ناپدید شدن و تا امروز هم هیچکی از اونها هیچ خبری نداره. هنوزم مثلث برمودا یه علامت سوال بزرگ واسه دانشمندا و تمام مردم دنیاست. مساحت این منطقه بین 1,300,000 کیلومتر مربع تا 3,900,000 کیلومتر مربع تخمین زده شده. البته هنوزم بین ابعاد اون اختلاف نظر وجود داره. اگه بخوام در مورد تاریخچه مثلث برمودا بهت بگم، باید بدونی که اولین بار تو 17 سپتامبر 1950 ادوارد جونز گم شدن کشتی و هواپیما رو تو مجله هرالد خبر میده. و برای اولین بار مثلث برمودا به زبون‌ها میفته. دو سال بعد از این موضوع مجله فیت یه مقاله کوتاه راجع به مثلث برمودا نوشت و این مسئله رو برای مردم پررنگ‌تر کرد. حالا میخوام چند تا از معروف‌ترین و اسرارآمیزترین اتفاقات مثلث برمودا رو براتون بگم. گم شدن کشتی USS سایکلوپ. بزرگترین کشتی نیرو دریایی ایالات متحده چجور بدون هیچ ردی ناپدید شد؟ این سوالی بود که تو سال 1918 تو ذهن خیلی از مردم اومد و هنوزم جوابی واسش پیدا نکردن، جز این که مثلث برمودا کشتی رو تو کام خودش فرو برده. سایکلوپ 170 متر طول داشت و 309 تا خدمه هم رو اون کار میکردن. این کشتی باری زغالسنگ رو به سراسر دنیا منتقل میکرد و تو کمک به پناهندگان هم دست داشته. اما تو سال 1917 وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد، سایکلوپ یک دارایی کلیدی دریایی به حساب می اومد که تو سال 1918 محموله‌ای به کشتی تحویل داده شد و تو برزیل بارگیری کرد که آخرین پیام دریافت شده از کشتی این بود که همه چی خوب و آب و هوا هم عالیه. اما تو این سفر انگار یه چیزی به هم ریخت. هیچ کس دیگه از سایکلوپ نه چیزی شنید و نه چیزی دید. حتی بدون درخواست پیام کمک از رادار برای همیشه محو شد. کارول ادیرینگ یکی از کشتی‌هایی بود که تو سال 1921 سواحل کارولینای شمالی ناپدید شد. و این کشتی هم یکی از اسرارآمیزترین کشتی‌های غرق شده توی تاریخ تبدیل شد. موضوع بعدی راز پرواز 19 مثلث برمودا. پرواز 19 پرواز آموزشی بود که قرار بود به سمت باهاما پرواز کنه. پرواز 19 وقتی تمرینات آموزشی خودش رو تموم کرده بود و حدود 90 دقیقه بعد بلند شدن تو راه بازگشت، فرمانده گزارش داد که گم شدن و شرایط آب و هوایی اصلا مناسب نیست و به اشتباه پرواز 19 رو به دریا برده بودن و با برج مراقبت تماس گرفتن. وضعیت هواپیما رو خیلی عجیب شرح دادن. صدای اونها ضعیف و ضعیفتر شد و ارتباط اونها برای همیشه قطع شد. استارتیگر تو 30 ژانویه 1948 هواپیمای بریتانیایی متعلق به یک خانواده سلطنتی که از انگلیس به سمت برمودا حرکت میکرد بدون هیچ اثری ناپدید شد که احتمال میره که پرواز به دریا سقوط کرده باشه و هیچ وقت هم نشانه ای از بقایا و لاشه این هواپیما پیدا نشد. گم شدن هواپیمای داگلاس. این هواپیما تو 27 دسامبر 1948 که یه پرواز تجاری بوده از پورتوریکو به میامی میرفته. این هواپیما کمی بعد پرواز برای همیشه محو میشه. خلبان به برج مراقبت گفته بود که آنها نزدیک مقصدن، اما چند ثانیه بعد برای همیشه از صفحه رادار ناپدید شدن. حتما تا اینجا که این مطالب رو گفتم شما هم کنجکاو شدید که دلیل ناپدید شدن این هواپیما و کشتی‌ها چی بوده.
نظریه‌های زیادی وجود داره که هیچ کدومش رد یا تایید نشده. بین این نظریه‌ها برای کشف راز مثلث برمودا یه سری شایعه‌ها و موضوعات تخیلی هم گفته شده. بریم دو مورد از این نظریه‌ها رو با هم ببینیم. یکی از معروف‌ترین نظریه‌های راجع به مثلث برمودا اینه که کسایی که وارد این محدوده میشن و از کره زمین خارج میکنن. نظریه دیگه‌ای که وجود داره اینه که به موجودات عجیب و غول‌پیکری اشاره کردن و معتقدن که موجودات وحشتناک و حتی شیاطین تو این منطقه زندگی میکنن و هر کس هم که تو قلمرو اونا بره برای همیشه نابود میشه. بریم سراغ حالا یه سری نظریه‌های علمی که گفته شده. میگن که به خاطر وجود خیلی زیاد گاز متان کشتی‌ها غرق میشن و هواپیماها هم آسیب میبینن. یه سری کارشناسا هم معتقدن که این اتفاقات میتونه ریشه در اشتباهات انسانی باشه. یه نظریه علمی دیگه‌ای که وجود داره، خیلی از کارشناسا معتقدن وجود ابرهای غول‌پیکر معادل یه بمب با سرعت 273 کیلومتر بر ساعت امواجی با ارتفاع بیشتر از 14 متر تولید میکنه که این نیرو باعث میشه که کشتی‌ها و هواپیماها تو این منطقه با چالش مواجه بشن. با چالش مرگباری مواجه بشن. یه سری سرنخ جالب دهانه بزرگ آتشفشان تو نزدیکی مثلث برموداست که احتمالاً کشتی‌ها و هواپیما رو درون خودش میکشه و به خاطر فشار بیش از حد کف اقیانوس‌ها اونا تیکه تیکه میشن. خب بچه‌ها، گفتیم که این همه کشتی و هواپیما تو این منطقه ناپدید شدن. به نظرتون میتونیم این اتفاقات رو بدون هیچ سند و مدرکی به نیروهای ماورا طبیعی ربط بدیم؟